سلام به همگی. آقا کار خامنه با اکبر کوسه دیگه از بوکس و کشتی کچ و کف گرگی و این حرفا گذشته. الان دیگه کارشون به دوئل کشیده. بله دوئل. دیری دیری دین 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 دین. هاشمی رفسنجانی نیز دیروز نامزدی خود در انتخابات مجلس خبرگان را تایید کرد. بر این اساس پیشبینی‌ها برای دوئل تمام عیار بین همه بزرگان نظام در این دو انتخابات به واقعیت نزدیک و نزدیکتر می شود. فرق دوئل با بوکس اینه که تو بوکس ته خط یا فک یکی پایین میاد یا بادمجون پای چشمش میکنن، اما تو دوئل از این خبرا نیست. توی دوئل یکی باید 7 تیر بکشه و اون یکی رو دراز کنه. بله اینطور که پیداست اکبر کوسم تصمیم خودشو گرفته که هر طور شده رفیق 50 سالش رو دراز کنه. رفسنجانی گفت انتخابات اسفند یکی از سرنوشت سازترین انتخابات در تاریخ انقلاب اسلامی است و شرایط اجرا و نظارت باید به گونه‌ای باشد که امید مردم را تقویت و جامعه را برای خلق یک حماسه سیاسی دیگر تشویق نماید و من هم انشاءالله می آیم. بله اینطور که پیداست تا همین جای کار خط و نشونای سیدعلی و پاسداراش تأثیری نداشته و شیخ اکبر هر غلطی که میخواسته کرده. حالا سیدعلی پیزوری مونده و روزه تکراری و نخنما شده ی نفوذ. اینا دارن در واقع نفوذ رو تکمیل میکنن، پروژه نفوذ به وسیله اینا داره تکمیل میشه. آخه سیدعلی باپور نفوذ که نشد حرف که بگو ببینم چی کار میخوای بکنی. مثل همیشه 2 تا راه داری که جفتش یکیه، یا باید شیخ اکبر رو رد صلاحیت کنی که خیلی سیت میشه و کار به فتنه میکشه، یا هم که باید طرف رو راه بدی که اون وقت خبرگان برباد میره و بعد کار به کشیدن فرش زیر پاتم میکشه. ظاهرا سیدعلی هنوز تو شیشو بشه و فعلا به تهدیدات ورق پاره‌ای اکتفا کرده. دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار بسیجیان با انتقاد شدید از کسانی و جریانهایی که با اتهام افراطیگری بسیج را تخطئه می‌کنند فرمودند: نمیگوییم این افراد و جریانها این کار را آگاهانه انجام می‌دهند، اما با این اتهامات دانسته یا ندانسته خاکریز مستحکم بسیج را تضعیف و پروژه خطرناک نفوذ دشمن را تکمیل می کنند. تو این بانفسای برجام و برشام فقط همین دوئل کذایی اونم تو رأس نظام کم بود که حالا دیگه تکمیل شد. بله این گرد دعوای آخوندی اونقدر بیختار میشه و میرسه به جایی که یکی باید اون یکی دیگر رو دراز کنه. بعدش نوبت به مردم ایران میرسه که کل نظام رو دراز کنن.